کریمی بعدش پشیمون نشدم. آقا من ایشونم شما خوبی؟ نه این میکروفون بخواد. چه خبر غیری؟ چه مظلومی هستن با 2 نفری. میکروفون بهش بدیم بابا رو میاره جلو چشمون. به خدا میترسیم بهش میکروفون بدیم. حسن ریاضی نه من الان قشنگ میکروفون رو میدم اصلا بابا خوابه الان جلو چشم نمیاد. خواهرم با شما کاری نداره. حسن خدا وکیلی اگر به افتخارش الان خوب دست نزنید بعدا نشید میشید. نام خداوند. بگو اگه روزی رفتی استخر در آب استخر دیدی که یه آقایی بی تحرک تو آب استخر وایستاده و به یه نقطه خیره شده، اون داره کاری رو میکنه که نباید بکنه. یکیشون هم گرفتن با چک و لگد از استخر بیرونش کردن. این چه کاری بود مرد استخر؟ گفت همه این کار رو میکنن. گفت همه این کار رو میکنن اما نرو دایی. تو داییش میکنه. چکار کنیم؟ افتخار من دست باشم. انرژی هست؟ با آقای دکتر در حدود 1 ماهی میشه که هر شب خواب رسید. دکتر گفت دقیقاً برای توضیح چه خوابی میبینی؟ با آقای دکتر شبها خواب میبینم که با خراب فوتبال بازی میکنم. دکتر گفت من برای یه قرص می‌نویسم از امشب بخور دیگه هرگز خواب نمی‌بینی که با خرها فوتبال بازی کنی. با آقای دکتر نمی‌شناس مرداشون بخورم گفت واسه چی؟ گفت امشب فینالشه. خواننده نیستم، من یک شومن هستم. دوم باید بگم با همه احترامی زیر نویسی شما درست؟ موهاتو خیلی جلوشو کوتاه میکنم. باید به هم دیگه بگم اشکال کجاست. کاری اوقات هم هر رشاد و شاید میکنم. از این خوبه. از خوشگلی فقط کچلش به مایرس رسیده. از این غریبه. یکی از رفقاش خیلی عظیم به رد شده نمیده. یکی از رفقاش کاملا تاسه رفته بود همون برای شما دست دادن علکی علکی بچه معروف شده. آقای محترم دیگه قرار نشد نقش پلنگ به صورتی نمازه کنم. اینجا آرتیست منم. با من درست صحبت رو دستتو بندازم. یکی از رفقاش تاسی رفته بود همون با کفشور همون کلش شسته همش اسیده دیگه پوست کلش سوخته بود. بهش بودم مرد حسابی روش رو بخون بعد مصرف کن. گفت اتفاقا خوندم نوشته بود برای سطوح صاف. ساعت خیزاده است ساعتی مجلسه موسیقی خواهش میکنم مفتخارشون از اصفهان اومدیم. این حرفایی در مورد اصفهانی ها داده میشه من قبول ندارم. میگه بیزینس چیست؟ کلمه ایست که اصفهانی وقتی که یک دوچرخه رو میگه که زین نداره میگه دوچرخه بیزینس. شامپاین چیست؟ شامپاین وقتی اصفهانی میخواد بگه بفرمایید شامپاین. شما نمیگه اصفهانی تو اتوبوس حالش بد شد. توی نایلون اون کارو کرد. و تهنگون رو سراخ کرد و از شیشه گرفت بیرون. این آبش میپاچه تو سر صحبت مسافران. میگفتن بنداز اون لعنتی رو. میگفت میخوام برم جاشو ببرم واسه مرغان. خیال نمیشه که. میگه برنامه رو تمام. به جون خودم مردم حمایت از من.